در شهر پشاور پاکستان مسلمان‌های شیعه مذهب مراسم عاشورا برگزار کردند. این مراسم هر سال به خاطر سوگواری بر شهادت امام حسین نبیره حضرت پیغمبر انجام می شود که در عصر 7 شهید شده است. همچون یک بخش سوگواری بر شهادت امام حسین، بعضی مسلمان‌ها در این روز مشت بر سر خود می‌زنند و اندوه خود را به نمایش می‌گذارند. به خاطر جلوگیری از زد و خوردهای مذهبی، نیروهای امنیتی پاکستان در حال آماده باش قرار گرفتند. مذهبی‌های عراق مراسم عاشورا را با زیارت از کربلا، شهر مقدس شیعه ها آغاز کردند. این مراسم صرف نظر از وضع ناآرامی امنیتی برگزار شد. یک بمبگذاری انتحاری خود را در جمع مردم شیعه مذهب در شهر السعدیه منفجر کرد و دست کم 30 نفر را کشته بر جای گذاشت. خدمات پرواز در فرودگاه شرمتو مسکو بر علیه بازداشت رهبران اتفاق کسبه خود با اتهام تقلب اعتراض کردند. تظاهرگران میگویند که رهبران اتفاق کسبه آنها با فشار شرکت دولتی ایرافلوت و به خاطر کاهش نیروی اتحاد کسبه بازداشت شدند. در گرجستان باشد نزدیک به 2000 کارگر راه آهن با طلب پرداخت مزد کار برای ساعت‌های اضافی، جبران پولی عادلانه موافق به سابقه کاری و تغییر مأموریت راه آهن دست به کارشکنی زدند. راننده‌های قطارها در کارشکنی اشتراک ندارند و قطارها همانا از روی جدول کاری حرکت می‌کنند. با دنبال لغو موقتی باج گمرکی از طرف روسیه، راننده‌های تاجیک انتظار دارند که قیمت مواد سوخت تا 25% کاهش یابد. لغو باج گمرکی با مواد سوخت از طلب‌هایی بود که تاجیکستان به سازشنامه حضوری نظامی روسیه در قلمرو کشور وارد کرده بود. حالا معلوم نیست که این قرارداد موقتی کی نهایی خواهد شد. بخشیده به 85مین زادروز نویسنده مشهور قرقیز چینگیز ایتماتوف در نزدیکی بیشکک، پایتخت قرقیزستان، مقبره نوی افتتاح شد. چینگیز ایتماتوف از مشهورترین نویسنده های قرقیز و عموما آسیای مرکزی است که در سالهای 1989 همچون مشاوره میخائیل گورباچوف، آخرین پرزیدنت اتحادیه شوروی نیز فعالیت کرده است. ایتماتوف سال 2008 از جهان درگذشت.